درود با شما دوستان گرامی. بار دیگر در دل شب ما هنوز در همون ورزشگاهی هستیم که اینجا نوکک بازی بین دسته‌های استقلال دوشنبه و همچنین النصر عربستان سعودی به پایان رسید و حساب 1-1 بر جای گذاشته شد. این سومین دسته بزرگی آسیا است که از استقلال تاجیکستان در میدانش پیروزی را به دست آورده نمیتواند. یعنی فوتبال بازان ما توانستند که در سه بازی خانگی خود سه امتیاز به دست آورند و سه مساوی هم در بر جای گذارند. طور ما امروز دیدیم بازی امروزه هم نسبت به بازی‌های دیگر باز هم خوبتر و زیباتر و مجلوتر بود. از همین خاطر من فکر میکنم که حالا برنامه بعدی بازی ما محض در همین باره به شما حرف میزند. پیش از همه شهامت این ورزشگاه، آمدن فوتبال بازان با هم واخوردن مربیان جای خود رو داشت. چی گفتید شما؟ بله، مطمئن هستم که امروز در حقیقت یک ایدی فوتبال بود و کمال دوست داشته همه مردم سرزمین تاجیکستان ما امروز یک بار نشان داد که ما میتونیم با کماندوی قوت‌ترین آسیا بازی کنیم. و فکر میکنم که پیش از بازی ما اگر گفته باشیم که ما غلبه میکنیم، در حقیقت ما غلبه هم کردیم. اون چون یک بازیگرانی که ارزش خیلی قیمت دارن. نو بس اینا هم در بازی روز هم خلیسکش هم دیدیم، عتابی هم دیدیم و دیگه اسلوب فوتبالی که در حقیقت کماندوشون میتید وابسته از این ما بسیار بازیگران عربستان سعودی بازیگران تیم ملی هم دیدیم که بسیار یک صنعتی در روزافزونی ما رستم بله در بازی ایستاد شانوی فردوسی اگر گیریم آفرین رستم چند لحظه‌های خوبی گلزنی بود. حالا فوتبال بازان اینجا نگاه میکنیم که به میدان میآیند. این هم در حقیقت صمیمانه بود. من ببخشید پیش از همه به همه شما مخلصان تشکر میگم که نو به سبب اون که هوا کمی هم سرد بود در ورزشگاه به این بازی اومدید و این بازی بود که نسبت به همه بازی‌هایی که در تاجیکستان سال 2023 برگزار شدند مخلصان بیشتر بودند. اگر مخلصانی که راست ایستاده بودند در بالاها در گرد ورزشگاه اگر در جای‌های کمی هم خالی نشستگاه اگر می نشستند باز دوباره با پرتر میشد که به هر نوع بازی خیلی خوب بود، بازی جالب بود و پیش از همه همین رو هم گفتنی بودم که من فکر میکنم که ما همین گونه بازی رو هم انتظار بودیم. بله، برای مخلصان شما گازدید ما فخر میکنیم با چنین مخلصانمون، با چنین فوتبال بازان محلی ما گفتنی هستن که این فوتبال باز محلی ما علیشیر جلیلوف گل خیلی زیبا زد در دقیقه 32 و دیگر بازیگران ما که بازیگران تیم ملی هستند این روز بسیار خوب بازی کردن. بسیار خوب میشه که در آینده برای کمبودیا ما باید کار کنیم و بازیگران جوانای ما هم که دیدیم این روز در هیئت استقلال بسیار یک مهارت خوب نشون دادن. ما گفتیم که فوتبال ما آینده خوب برمیگردیم به برنامه بعدی بازی و بعد اون لحظه هایی که حالا بودند اینجا نشون دادن تکرارن ببینیم که ما در کجا اشتباه کردیم و چگونه مثلا در این بازی میتونستیم که با کامیابی هم موفق شیم. اما من میبینم که در بازی استقلال از نگاه اون که در خط پیش سبای بازی میکرد کمی برای او مشکل بود بازی کردن و خطاگی‌هاش خیلی زیاد بودن. درست شما عرض زدید. اگر ما گیریم اگر تیم النصر 4-3-3 یعنی که هجوم فقط هجوم بود. نو وابسته این مربیای ما ستاد مربیان درست یک تاکتیک هم پیشینه خود گرفتن با یک هجوم کننده و ما دیدیم که گل هم زدیم، یک کامبیناسیون خوب هم کردیم. برای چی این تاکتیک گرفتن؟ برای اون که در حقیقت این بازیگرایی که ستاره هم نبودن و بازیگرای تیم ملی بسیاری که تشکیل میکنه تیم عربستان سعودی اونا بازیگرای در حقیقت استعداد خوب دارن. همون اگر ما گیریم کاپیتان کمانده تیم النصر نو وابسته از همین گفتنی هستن که در هجوم در حقیقت ما این لیگانی را ندیدیم امروز و یک وضعیت خوب هم داشتن، یک پرتوفتای خوب هم نیست از طرف بچهای ما. یعنی ما دیدیم که آمادگی بچهای ما اگر ما میگیریم از جهت بازی ما میتونیم توپ داشته، یعنی مثلا اگر حریف استاتستیک ما گیریم 65% در قسم اول ما 35 در قسم دوم باز حریف بسیارتر نو وابسته ما تونستیم که حساب چی داریم، یعنی که حساب ما بوی ندادیم در یک کمانده. یک تیمی است که در همه جا غلبه میکنه. اگر ما پرپولیس در ایران ما گیریم اگر غلبه کردن. بله حالا چون سخن درباره پرسپولیس رفت اونجا الدوحل امروز در ورزشگاه آزادی شهر تهران توانست که پرسپولیس رو با حساب 2-1 شکست دهد. یعنی
اینجا ما هم اگر غلبه میکردیم به جای سوم نمیبرمودیم. نوبستین البته ما غلبه را انتظار بودیم برای که گفتیم که یک تکان فکر میکنم که همین تکان است، همین باوری هست. ما ببینیم که یک در راه یک درست یعنی فوتبال ما رشد مییابد و در آینده من باوری که کامل دارم همچنین متخصص که سالها میگذرن و آسیا و دنیا تاجیکان میشناسن که در حقیقت تاجیکا فوتبال بازی کردن میتونه. همین روز هم اگر ما هم فکر ما نمیدونیم چند میلیون آدما تماشا داشتن دیدن که یک وطن زیبای ما مخلصان ما بسیار بار دیگر احسان به مخلصان ما رحمت در این خونکی نگاه نکرده ببینید که یک با کدام یا هستی تاجیکستان استقلال یعنی که در حقیقت اونا 12 مهری فوتبال در دلشون هست. 12 بازیگر هم ما خطایی نمیکنیم. فکر میکنم که حریف در حقیقت بار دیگر دیدن که این وطن زیبای ما با چنین یک مهمان دوست داریم و بازی هم کرده میتونیم. در حقیقت این است، اما من میخواستم که باز با یک اشتباههای دیگر هم توجه کنم. گوگا محافظتگری مرکزی موگیم در قفا چگونه یک خطا یا اشتباهی بسیار دغله کرد که میتونستن اونها در قسم اول النصر گل زنند. بله لیگ ما درباره لیگ نیرو من بسیار همچون متخصص گفت زدن که ما اگر لیگ نیرو میگیم لیگ نیرو ما بودیم که یک سر زیاد بود باشن. وقتی با بچهای ما برابرن ما دیدیم که بچهای جوان استقلالی روز بازی کردن میتونن اگر ما باوری کنیم. فکر میکنم که خیریت که از این استفاده بردن نتونست حریف و عجایب بود که چه ممکن است که به حریف در نزد دروازه خود پاس دادن. یعنی ما اجت پاسو هم گیریم اگر حریف ببینید چه توپ 17 18 پاس میدادن به هم دیگر بعد هجوم ایواز میکردن تیز. یعنی که ما فکر میکنم قسم دوم قسم مربی میگیم ما قسم اول با غلبه کردیم و گل جلیل 1-0 و قسم دوم دیدیم که قسم مربیش که باز شما گفتید نسبت به سالهای پیشینه که مثلا استقلال با تاجیکستان لگیونرها رو آورده بود، این لگیونرها صفتشون کمی از اونها پستر بودن. من در نظر دارم وقتی که میشن که اینجا بازی میکرد دیگر بازیگرانی بودن که استقلال خیلی خوب نشون میدن. به هر حال ما در چهارمین یا پنجمین پرتابمون به اشتباه رو میدادیم ولی از حریف کم نبودیم. مثلا اگر ما همینطور ببینیم که کمالوف چگونه میدود و تا آخرین در 97 دقیقه او صورتی بلندش گم نکرده است، این از آمادگی او است. از آمادگی بچه‌ها و کمک به هیجان آمدن بچه‌ها هم بود. راستی گفت در دقیقه اول ما هم خیلی دیدیم شما درست قید کردید چهارم پنجم پس ما گم می‌کنیم. برای چی گم می‌کنیم؟ برای اینکه حریف ما نمیمون. یعنی حریف یا حریف کمالوف خوب بازی کرده میتونه بسیار عالی به درجه عالی. ببینید اینجا پیش میگذارد از اونها تو رو میره باید باز فریب میدهد باز یک نفر دیگر میاد ولی تو رو گم نمیکند. یعنی استعدادی همین بچه‌های ما گفتیم که ما مکتبای خوب داریم. یعنی که ما مربیای داریم که در جای‌ها میگیریم در تمام جمهوری ما هستن کار میکنن. فقط اینا ما چیکار باید کنیم پرورش کنیم. یعنی که شرایط باید کنیم اساسا در مکتبا بعد از مکتب کلوبا یعنی که از مکتبا ببینید با کماند استقلال میگالد. استقلال چیکار میکنند؟ اینا تربیت میکنند شرایط میکنند. یعنی که با این صد رسیدن البته این یک مشکلات است و این روز گفتن در کره است که در حقیقت یک پیشروی است در فوتبال ما. همین بازی ما گفتنیم که من یک خرسندی دارم این روز که ببینید یک دوران کردن ما غلبه ایسو میکنیم. من دیدم که علی جان کرامت الله زاده که او هم از اول دقیقه به میدان اومد از دیگران خفا نموند و گوهی هجوم‌هایش خیلی هم برخورد بودن که نوکک نشون دادن. من میخواستم از طرف اون بگویم که در قسم اولی وخوری عموما از جانب هر دو دسته اگر یک گذشت عبدالرحمن غریب رو نگوییم ببینید چگونه با صورت بلند بازی میکند از محافظه‌گران چگونه با پاس‌های کوتاه از بازیگران خط دفاعی دسته استقلال پیش میگذارند. ما همین گونه کوتاه بازیکنی نداشتیم. مثلا پرتوفتایی که ما انجام میدادیم یا محافظه‌گران میگرفتن یا خود ما خطا به پرتوفتیم. بعد همین درست شما قید کردید برای کوتاه بازی کردن ما باید چیکار کنیم؟ بسیارتر انرژی صرف کنیم، بسیارتر کشاده شویم باید به توپ. یعنی که باید که از طرف جسمانی ما گیریم و پرزورتر باشیم. چی ما اجیت تکنیکی ما گفتیم اجیت پسیکولوژی گیریم. اگر ما روز از حریف یگان کمبودی نداشتیم که از همین جهت‌های تکنیکی و فیزیکی فکر میکنم که حریف کمک در قسم اول بله برتری داشت و در قسم دوم هم گیریم اگر بعدی در اومدن تالیسکو و اتاویو بله یک دیگرگونی دیده میشد.
و بسیار گفتنی هستن که مهنت زیادی دروازه‌بان دفاعگران نیم محافظتگران گیریم اگر یک همدیگر فهمی یعنی که یک اراده ای که ما به خود باوری داریم ما به فوتبال خود باوری داریم ما به وطن خود ما باوری داریم همین چیزا دیده میشد احساسات وطن دوستی بود بیاد برمیگردیم به قسم اول در حقیقت حالت‌های از هر دو طرف خیلی کم بودن ولی با علیشیر جلیلوف موفق شد که این گل رو زدن ما یک بار دیگر گل رو تماشا میکنیم در مقابل دسته النصر ما در عربستان هم در دقیقه 44 با 3-4 سال دیگه گفتم همین خیلی ضربه‌های خوب در این سطح بازی کنن دوستان گرامی در حقیقت قسم دومی وخوری نسبت به قسم اول برای فوتبالبازان ما دشوارتر اومد زیرا بعد آنکه با حساب 1-0 در صفحه پیش بودیم فشار به دروازه ما خیلی زیاد شد و ما نتوانستیم که اون فشارهایی که دسته النصر عربستان سعودی برگزار میکند زیدی اون صدی درست گذاریم خوب تماشا میکنیم گلی که آنها حالا زدن چگونه این گل بود و این یک هجوم خیلی خوب بود باز از جانب هم خیلی مهرانه اول توپ رو برگردونید اینجا پرتاب خوب بود از جانب نواف برآمد خوبی دروازه‌بانمون که دفاعگران ما در موقع درکاری نبودن بله نواف بووصل پرتاب خوب انجام داد و در نتیجه بعدی برگردوندن این توپ فدوی رستم اولی شده با توپ همون عبدالرحمن غریب رسید و این توپ رو وارد توری دروازه کرد دیگر حالت‌های هم بودند که میتونستند با گل انجام بدن دروازه‌بان ما هم خیلی خوب کار کرد و بعداً دیگر بازیگران ما هم معلقه درباره لگیونرها گفتیم ببینید اینجا همون حالتی که بود حالا سری وقت ما نتوانستیم که پیش روحی عبدالرحمن غریبی رو بگیریم همین اگر بازی خودمون با یک بار تحلیل کنیم پیش نظر بیاریم در سعودی با النصر ما بعد از قسم یکم که 1-0 غلبه کرده بودیم همین حالت بود که موقع گیری یعنی که دروازه‌بان ما همون جمع نقص برآمد میکنه که موقعی که بازیگران بود بعد از یک پرتاب خوبی که دروازه‌بان گردون یعنی که در موقع خودشون نبودن یعنی که شوریه کمتر از دست دادن به حریف همین موقع یعنی که پرسترانس همین موقع و ضربه هم زده شد که دروازه‌بان هیچ کار نمیتونید و فکر میکنن که بعد از در اومدن چون یک ستاره فوتبال دنیوی بچهای ما کانتر به هراس هم بودن یعنی که فقط با دفاع نشستند ولی موفق نشدند و نتوانستند که مخلصان ما رو کمی هم باشد دلشون رو توری کنند یعنی تبشون رو خیره کنند اگر اینجا اگر خوب تو میدونید که وقتی که باخت چی است و مساوی چی است و غلبه اگر غلبه میبود من فکر میکنم که از اینجا بیش از 20,000 مخلصانی که اینجا بودند سرودخوانان تا به خانه هایشون میرفتند به هر نوع بعد مساوی هم آنها میروند برای چی برای که با امید فردا که در لیگ چمپیونای آسیا باز استقلال بهتر بازی کنه نه اینجا تمام جمهوری در مقیاس جمهوری ما فکر می‌کنم که از آینه نیلگون همه تماشا کردن و همه حلاوت بردن همین بازی که ما امروز دیدیم این بازی استقلالی خوب بود ما پیش از بازی ما گفتیم که ما غلبه میکنیم همین غلبه هست اگر متخصص فکر کند که با کی ما بازی داشتیم بعضی‌ها میگن که در هیئت اساسی نبودن این و این کماند یگان کمبودی ندارد یعنی که بازی احتیاطی ما میبینیم اینا پرزورن شما دفاعگر من با شما گفتم چند مرات که این بازیگر کی شما گفتید که هیئت تیم ملی این عبدالله مدو بود بله در هیئت دسته النصر 3 نفر بازیگران بودند که در هیئت دسته منتخب عربستان سعودی بازی می‌کردند بازی خوب یک صنعت بسیار خوب نه وابسته ببینید که ما پرتوفتای درازی که میکنیم در کار نبودن قسم دوم یعنی که همه پرتوفتا رو همین بازیگر میگیریم یعنی ما باز چیکار میکنیم مثل قسم اول با زمین البته با زمین بازی کردن کمی دشوار است نسبت این تیم که ما در آینده ما با فکر میکنیم که همین کمبودی که هست ما باید همین کمبودی رو کار کنیم و برای از این لگیونری که ما امروز دیدیم لیکن نوابسته این مردم تاجیکستان خرسند است بله بیاید با یک سوال دیگر بتیم و این برنامه بعدی بازی رو به پایان برسونیم شما سرمربی دسته منتخب تاجیکستان بودید شما دسته ستاره دوشنبه رو قریب 5 کرات چمپیون تاجیکستان کردید با فوتبال بازی گوناگون سر کار داشتید با جوانان با نورسان خوب چندین مسابقه‌ای بودن که اونجا من هم حضور داشتم مربیان امسال استقلال خوب زادگان خوی تاجیکستان بودند
ایگر چریچنکا خوب باتورنکا و غیره غیره این دستاوردی که اونها مثلا 3 مساوی انجام دادند شما کاری اونها رو چگونه بیان میکنید قناعت بخش بود کارشون یا نه پیش از همه من همچون مربی پرتجربه که شما گفتید پرچم بردار ملت بودیم و این مربیانی که ما میگیم اینا هم در تیم ملی بازی میکنه یکی از علیشیر توختایف اگه ما گیریم بسیار سالهای سال مهنت کرده است و پرچم برداری ملت بودن من همیشه میگم که بهای اینا رو بگذاره که سرداری دسته و ایکلند نکی من دیدم که در یکی اگر باتورینکا در مطبوعاتی با شما کردن اون کس گفتن که البته غیر قناعت بخش است پروفسیونال باید همین گپ زنند یعنی که استقلال به همین ترینرای بزرگ میسرگم ترینرایی که در لیگ روسیه کار میکنن فعالیت میکنن من در یکی از چیزا هم گفت زدن که اینا یک 5 سال در وطن ما ایستن در وطن خودشون ایستن یعنی یک تجربه میگیرن باور کنید اینا در آموزش میشن برای وطن ما هم متخصصای خوب داریم بازیگرای خوب داریم و من گفتم که باهای خشون موندن اگر ما در حقیقت جای دیگه میگرفتیم ببینید که امروز ما بسیار تماما دیگر خیلی که ما از دست همین دادیم از کدام جهت اذیت تاکتیکی بازی ما دادیم بارنا بله تشکر زیاد دوستان گرامی در حقیقت استقلال دوشنبه با 3 مساویش که ارزنده تعریف هم هست خوب اکنون من نمیگم که درجه اولی است در این گروهی که بسیار هم وزنین بود البته برابر بازی کردن با همین دسته‌های پرقدرت ببینید که من فکر میکنم که گروهی کلونی کره که در دسته استقلال کار کردن به مقصد خود رسیدن اما این نیویت کور نیست این باید که ما فوتبال بازان جلب کنیم که آنها از نگاه هم قد و بست هم از نگاه فنی هم از جهت سینوسول هم بهتر باشند و توانند که برای پیشرفت فوتبال تاجیکستان کمکی باسازا گذارند همین بود برنامه بعدی بازی تشکر به شما که به اینجا آمدید نو واسه بان که هوا خیلی سرد است ولی اینجا با ما بودید در خدمت فوتبال هستیم دوستان گرامی خوب خوش باشیم و امید داریم که تاجیکستان سال 2026 به جام جهانی رود